رسول اکرم حدیث صحیحش است: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. ایمان شما کامل نیست ای امت من تا زمانی که شما مرا از پدر و مادرتان، از فرزندهای جگرگوشتان و از تمام مردم و از مال و انجام و پول و خانه که دارین و از جانهایی که در وجود دارین، از این دیده مرا دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. در اصل خدا ما و شما را منت میکند که ای بندگان، ای تخم انسان، پیش از آنی که محمد بر زمین نیامده بود و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، شما گمراه بودین. شما نمیدانستین انسان چی هست، شما نمیدانستین خدا چی هست، شما انسان اخلاق نمیدانستین چی بود. روز رسول اکرم آمد دنیا منور شد. روز رسول اکرم آمد انسان قدر و قیمتش پیدا شد. همه ای طفیل پیغمبر خدا شد. ما و شما را خداوند منت میکنه. حضرت عمر میگه در معرکه بودن، گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا نفسی. پیغمبر خدا، من تو را از پدر و مادرم دیده، از فرزندهام دیده، از خانم دیده، از مال انجام، از تمام یار رفیقم دیده، تو را دوست میدارم، لکن بغیر جانم، جان خود من خودم دوست میدارم. رسول الله گفتن لا یا عمر، تا اگر از جانت هم دیده مرا دوست نداری، ایمان تو کامل نیست. عمر، حضرت چیکار کردن؟ حضرت میگه در تفکر رفتن، گفتن من همان عمری نبودم که شمشیر در دستم بود، میخواستم سر محمد ببرم. این امروز قدر من، این قیمت من در بین تمام مسلمان ها پیدا شد، طفیل محمد بود آخر. و ایلا من کی بودم؟ و ایلا من کی بودم که رسول اکرم از من دعا طلب میکند؟ من از کی؟ من از صحاب رسول اکرم به این درجات رسیدم. و ایلا منم سگ از سگای دوزخ بودم. اگر همراه ابو جهل، همراه ابو لهب از دنیا میگذشتم، مثل اونا دوزخی بودم. من این شرافت و درجاتی که رسول اکرم گفت قصر عمر در جنت دیدم، من را طفیل رسول الله یافتم. میگه گشته گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. پیغمبر خدا، از پدرم دیده، از مادرم دیده، از فرزندهام دیده، حتی از جانم دیده، من تو را دوست میدارم. رسول الله چی گفت؟ یا عمر الان تمت سعادتک، الان ایمان تو کامل شد، نیکبختی نصیب تو شد ای عمر.